recommended to the State Department that Turkmenistan سازمان بین المللی حقوق بشری فوروم 18 مطالب بررسی راجع به نقض حقوق بشر عاید آزادی اعتقاد در ترکمنستان را نشر کرد. می نویسد کرونیک ترکمنستان. در مواد خود سازمان یکچند حالت‌هایی را که در سال 2023 رخ داده بود توصیف می‌کند. در بهار سال 2023 افسران پلیس و خدمات امنیتی ملی با دختران و زنان منطقه بالکان که دیندار هستند مصاحبه نمودند. مخصوصا آنهایی که حجاب می‌پوشیدند و یا تسبیح اسلامی داشتند مورد پرسش قرار گرفتند. В Туркменистане не работает закон. Если даже работает закон, то работает против своего народа. Диктаторский режим и его орда борются с теми, кто требует свои права и вообще с инакомыслием. در آن زمان ماموران خدمات امنیتی ملی در شهر مری در طول یک ماه یک مرد مسلمان 60 ساله را یکچند مرتبه برای بازپرسی دعوت کردند. پلیس از پیرمرد طلب کرده است که از خواندن دعا در طی مراسم ها دست کشد. در نیمه ماه اوگوست نیز در ولایت بالکان از جمله در شهر ترکمنباشی پلیس در منزل‌های ساکنان دیندار ریدها انجام داده است. آنها ادبیات دینی از جمله کتاب‌های فقه و حدیث و ترجمه‌های روسی قرآن را مصادره کرده تنها نسخه‌های با زبان ترکمنی را باقی گذاشتند. علاوه بر این کارمندان خدمات امنیتی ملی یک امام سالخورده را بازداشت کردند که به کودکان درس اسلامی می‌داد. Полиция Туркменистана вот таким образом уже 30 лет сфабриковывает уголовные дела и сажает невинных граждан. یادرس میکنیم که ترکمنستان بسته‌ترین و سرکوبگرترین کشور منطقه محسوب می‌یابد. گاه نیروهای امنیتی برای معین کردن دینداران چنین ریدها انجام می‌دهند. مثلا در سالهای 2019 و 2020 در ترکمنستان علیه افراد ریشدار ریدها گذرانیده شد. علاوه بر این در مسجدهای کشور در نماز عید امام خطیبان موظف می‌شوند که کتاب‌های قربانگولی بردی محمدوف را بخوانند. سازمان‌های مختلف حقوق بشر تنها درصدی کمی از این گونه حادثه‌ها گزارش می‌دهند که مقیاس واقعی آنچه که با اهالی کشور رخ می‌دهد به کسی معلوم نیست. This day, there are dozens of people languishing in Turkmen prisons, and their families have no idea where they are or, in fact, whether they're dead or alive. با وجود این به نام جامعه بین المللی 30 سال است که با رژیم‌های خودکامه کشورهای منطقه آسیا مرکزی شرط‌های سودمند همکاری جستجو کرده به جنایت‌های صادر کرده آنها چشم می‌پوشند و تنها با مقصدهای غرضناک و سیاسی گاه فشار آورده مسئله‌های سیاستی سرکوبگرانه را به میان می‌گذارند.